انقدر مهمونی ها رو سنگین برگزار کردیم، انقدر لاکچری بازی در آوردیم، چشم و همچشمی کردیم، تجملاتی رفتار کردیم که مهمونی ها نم نم از بین رفت. انقدر که این الگو برداری کردیم و گفتیم فامیل بده، به فامیل چه بدترین گروه فامیله که انرژی همون. اون دوره همیایی که داشتیم با فامیل، اونا انرژی ما بودن، اونا خنده ما بودن، اونا باعث می شدن احساس بیهوده، تنهایی و دلشکستگی نداشته باشیم. الان تبدیل به چی شدیم؟ آدمایی که هممون احساس تنهایی شدید داریم، به هیچ کی اعتماد نمی کنیم، احساس بی‌کسی داریم، به راحتی شاد نمیشیم، اعصابا همه خورده، صبح که از خواب بیدار میشیم هیچ کدوممون انرژی نداریم، هیچ کدوم. اون صله رحم مطمئن باشید آزمایشش رو پس داده بود که میگفتن انرژی و سلامتی همراه داره.